سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. طبق درخواستایی که خیلی توی پیج از من داشتین گفتم یک ویدیو بسازم درباره این که کسایی که سرمایه گذاری بلد نیستن یک آموزشی براشون باشه و همونطور که احتمالاً روی تامنیلم خوندین اسم این ویدیو و موضوعش درباره سرمایه گذاری برای مبتدی هاست. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی حتما این ویدیو رو لایک کنید، حتما چنل رو ساب داشته باشید و همچنان ویدیو آموزشی رو ادامه میدم تا وقتی که شما دوست داشته باشید و حمایت بکنید. تو این ویدیو قرار بگم بهتون که چجوری به عنوان یک فرد مبتدی در بحث سرمایه گذاری این کار رو انجام بدید تا بتونید 5 میلیونتون رو بکنید 50 میلیون، 500 میلیون یا حتی 5 میلیارد. متاسفانه این بحثیه که توی مدارس باید تدریس بشه، بحث سرمایه گذاری، که متاسفانه هیچ آموزشی یا حتی هیچ اشاره‌ای توی مدارس ما به این موضوع مهم نمیشه که قطعا از خیلی از درس‌هایی هم که ما توی مدارس و دانشگاه میخونیم خیلی مهمتره. من توی این ویدیو سعی میکنم به ساده ترین روش ممکن این مطالب رو بگم. سرفصلایی که میگم بعضیاش نیاز به آموزش جداگانه داره، نیاز به یک سری مطالب اضافه تر داره که سعی کردم توی این ویدیو از اینکه بخوام خیلی بحث و حرفه‌ای تر بکنم پرهیز بکنم. اول از همه یه مقداری درباره کارها حرف بزنم و بعد اگر شما دوست داشتید درباره هر مبحثی توی کامنت ها برام بنویسید تا براتون یک ویدیو جداگانه، حالا اگر توی یک قسمت بشه یا اگر در چند قسمت بشه، براتون تهیه بکنم. فقط توجه کنید که من نمیخوام بگم ثروتمند شدن کار ساده ایه، ولی اگر شما بتونید مسیر درستی رو مشخص بکنید و ریسکای اون رو به حداقل برسونید، قطعا میتونید در یک زمان مناسب به یک موفقیت مالی خوبی برسید. توجه کنید که داخل این آموزش هر چقدر ما در این بحث جلوتر میریم، ریسک کارها و سرمایه گذاریایی که بهتون میگم بالاتر میره و البته که سودش هم به قول خودمون چربتر میشه. و اما مرحله اول، اگه شما قرار ریسک خیلی کمی رو قبول کنید، پس باید کاری انجام بدید که نیاز به علم زیادی نداشته باشه، چون معمولا کارهایی که نیاز به علم بیشتری دارن خب طبیعتا ریسک بیشتری هم میپذیرن. توصیه من به شما برای یک سرمایه گذاری بدون ریسک صندوق‌های پس‌اندازه که الان داخل ایران از بین 18 تا حتی فکر کنم 40% هم بینشون سود سالانه هست که بهتون تعلق میگیره سرمایه‌ای که میذارین. البته اگر میخواید توی این نوع سرمایه گذاری پولتون رو قرار بدین، بهتون توصیه میکنم حتما 2 مورد رو در نظر بگیرید. یک، بحث اصلیه این که صندوق دارای اعتبار باشه. معمولاً حالا اون اکثریتی که من توی ایران دیدم صندوق هایی که سودهای بالا میدن مثل 30%، 40%، زیاد انتهاش به جاهای خوبی نرسیده، ولی خب صندوق هایی هستن که دارن خیلی ثابت کار میکنن و بهتون سودهای خیلی معقولی میدن، مثل 20% یا 25% یه همچین سودهایی میدن. این بحث هم که حالا چه صندوق های مناسب میتونم براتون یه ویدیو بگیرم یا حتی توی یک پست توی این اینستاگرام براتون قرار بدم محتوا رو. بحث دومی که هستش اینه که بتونید هر وقت که لازم باشه، هر وقت سریعا بدون اینکه به پولتون صدمه بخوره به پولتون دسترسی داشته باشین. خیلی از این سپرده ها که سودهای بالایی میدن معمولا اینجوریه که شما نمیتونید برداشت بکنید پولتون رو، حالا دوره 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، و باید به این توجه کنید که معمولا صندوق های مناسبی که وجود داره، اونایی که من دیدم، بهتون اجازه میدن هر وقت که خواستید از حسابتون برداشت بکنید و سود ماهانه اون مقداری هم که نگه داشتین رو بهتون میدن. یه نکته کوتاهی که باید اینجا بگم اینه که میدونم که احتمالاً به خودتون میگید که این کار اصلاً عاقلانه نیست، خب چون تو کشور ما یک تورم 40-50% تازه به گفته خود دولت وجود داره و حتی گرفتن سودهای 20%، 30% هم نمیتونه منطقی باشه. اما توجه کنید که این کمترین ریسکیه که میتونید انجام بدید، پس زیاد انتظار سودهای عجیبی هم نباید ازش داشته باشین. البته میدونم خیلی از آدم ها همین یک کارم نمی کنن و ماهانه و سالانه شاهد بیارزش شدن پولشون هستن. بحث بعدی سرمایه گذاری روی طلاه. حتما وقتی گفتم سرمایه گذاری به ذهنتون اولین چیزهایی که رسیده طلا یا دلاره.
و قطعا انتخاب درستیه. البته طلا نه دلار. یکم جلوتر از این بحث بهتون میگم که چرا دلار نه. اما سوال اینه چرا طلا رو بعد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری آوردن با اینکه گزینه خیلی جذابیه. اینو همه ما میدونیم که با افزایش دزدی، حتی با داشتن امنیت خیلی بالا برای طلاتون، زیاد طلاهاتون در امنیت نیست. پس ما باید یه مقدار ریسک از دست دادن طلاها رو در نظر بگیریم تو این مورد. جدا از این من خودم مدتی توی طلا فروشی کار کردم توی جوونیم، پس میدونم در زمان خرید و فروش طلا هم میتونه یه مقداری توی پاچتون بره، حالا به خاطر سود اون فروشنده یا هر چی. پس باید همه اینا رو حساب بکنم و طلا با اینکه شاید چیز مطمئن تریه ولی در درجه بالاتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار میگیره. البته امروزه شما دیگه امکان خریدن طلا به صورت دیجیتالی رو دارید توی حالا صندوق‌هایی که وجود داره یا شرکت‌هایی که وجود داره، اما خب پذیرش همین بحث دیجیتالی خودش یک ریسکی رو به همراه داره. اما سوالی که شاید خیلی براشون باشه اینه که چرا طلا آره و دلار نه؟ خب شما باید در نظر بگیرید این نکته رو که خود دلار یک ارزه و قابل چاپه و اگر شما یک نگاه به اقتصاد آمریکا بکنید میتونید ببینید طی 10 سال و 20 سال گذشته خود دلار شامل تورم شده و ارزشش کاهش پیدا کرده. هرچند که ارزشش در کشور ما زیاد میشه ولی همچنان ارزش کلیش افت میکنه. پس حتی اگر بخوام دلار رو به عنوان سرمایه گذاری در نظر بگیرم قطعاً باید بعد از طلا باشه. حداقل طلا یک فلزه و کاغذ بودن دلار حتی ریسکش هم بالاتر میبره. اما اگر همچنان تمایل دارید روی دلار سرمایه گذاری کنید، توصیه من بهتون اینه که برید تتر بخرید، همون دلار دیگه، هیچ فرقی هم نمیکنه، احتمالاً برای خریدنش راحت تر هم هستید. حالا بحث امنیت دیجیتالش هم میمونه برای یک مورد دیگه. مورد بعدی که میخواستم بهتون بگم بحث سهامه. شما میتونید در جهان سهام شرکت‌های مختلف رو بخرید، اما اگر ایران زندگی میکنید باید چی کار بکنید؟ همچنان من فکر نمی کنم که سهام شرکت‌های ایرانی چیز بدی باشن و به نظر من سهام شرکت‌های ایرانی البته معتبرهاش در بلند مدت میتونه به شما سود خوبی رو بده، اما خب مقایسه اون با شرکت‌های بزرگ جهان مثل اپل اصلا کار مسخره‌ایه. مشخصا یک شرکت جهانی که بدون محدودیت‌های حکومتی میتونه خیلی پیشرفت بکنه، میتونه برای شما سود خیلی بزرگتری داشته باشه، اما خریدن یک سهم از یک شرکت میتونه ریسک بسیار بالایی داشته باشه. همونطور که احتمالاً شنیدین میگن که نباید همه تخم مرغاتون رو توی یه دونه سبد بذارید. برای همین توصیه من به شما خرید سبدهای سرمایه‌گذاری یا ایندکس فانده. اگه بخوام بهتون یک توضیح کوتاه بدم که چی هست کلا اینجور چیزا، اینطور باید بهتون توضیح بدم که فرض بگیرین شخصی رفته چند تا شرکت مهم و سودده رو تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که اگر از هر کدوم از این شرکت ها مبلغی سهم بخره و هر کدوم رو داخل یک بسته و همه رو در اصل داخل یک بسته بذاره، میتونه در گذر زمان سود مناسبی به دست بیاره. علاوه بر این با تقسیم سرمایه بین شرکت ها یک مدیریت ریسکی هم انجام داده، چون میدونه حتی اگر 2-3 تا از اون شرکت ها هم خوب پیشرفت نکنن، اون بسته کلی و بقیه شرکت هایی که وجود داره میتونن پیشرفت مناسبی داشته باشن. آماراش هم اگر حالا بتونم به ادیتور میدم براتون که بذاره که این شرکت که این بسته ها و این سبد ها سود خیلی خوبی رو در بلند مدت به سهامداراش میده. حالا شما میتونید با خرید این سبدها که اون شخص یا اون نهاد درست کرده تو این سرمایه‌گذاری‌ها شریک بشید، اما جدا از اینکه ریسک کمی داره، نیاز به یک دانش خیلی کمی هم داره. خیلی حرفه‌ای نیست ولی همچنان نیاز به یک یادگیری هست که اگر تمایل داشته باشین میتونم براتون ویدیوشو بسازم. اگر دوست داشتین بهم توی کامنت ها حتما بگید. بعدی ما بحث املاکه. قبل از اینکه بخوام بهتون چند تا نکته و ترفند بگم، باید یک توضیحی بدم که
املاک یکی از پرسودترین چیزهایی که میتونید روش سرمایه گذاری کنید، اما متاسفانه نیاز به سرمایه زیادی داره. ولی مشخصا از خیلی از سرمایه گذاری‌هایی که گفتم یا شاید همه سرمایه گذاری‌هایی که تا اینجا گفتم بهتون سود خیلی بهتری میده، نه تنها در ایران بلکه در آمریکا، امارات، فکر نکنم کشورهای شرق آسیا، ولی در کل جاهای خوب بهتون سودهای خیلی مناسبی میده. یکی از 100 تا کاری که میتونید انجام بدید اینه که تو این بحث چند تا شریک پیدا بکنید با دوستانتون. اگر افراد معتمدی رو دارید، یه مبلغی رو بذارید و جایی رو، حالا یه مغازه‌ای رو بخرید یا یه خونه‌ای بخرید. این کاری که خود من توی 19 سالگی انجام دادم، جدا از اینکه سرمایه گذاری انجام دادم، توی اون مغازه‌ای هم که گرفتیم بیزینس رو انداختم و سود خوبی به دست آوردم. شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید. در بدترین شرایط میتونید پولاتون رو هم بذارید و یک خونه بخرید که با دوستانتون اونجا جمع بشید برای همفکری، برای برنامه ریزی کارهای بیزینسی، و قطعا با داشتن چند نفر و یک تیم میتونید راحت‌تر و سریع‌تر به موفقیت برسید. جدا از این که اگر تنها هم باشید مثل من، هیچ فرقی نمیکنه، همچنان میتونید به اون موفقیت برسید. بحث بعدی که باید بهتون بگم بحث خرید و فروشه. قطعا یکی از بهترین چیزهایی که میتونید درش سرمایه گذاری کنید اینه که یه چیزی بخرید و بفروشید. البته بهش میگن دلالی، ولی خب نه در همه اوقات. شما میتونید انواع کارها رو انجام بدید در این بحث، مثل فروشگاه اینترنتی. میتونید لباس بیارید، اکسسوری بیارید، لوازم بهداشتی بیارید. من خودم توی لباس و اکسسوری فعالیت کردم و البته اون موقعی که سرمایه خیلی کمی داشتم به هم سود خیلی خوبی داد. تا اینکه برید از مثلا دیوار یا شیپور یه مقداری وسایل بخرید، تعمیر کنید و اونا رو بفروشید. البته که این کار ریسک بالایی داره. شما باید علم زیادی به فروش و محصولی که خب ارائه میکنید داشته باشید و البته معمولاً سود خیلی مناسبی هم داره و میتونید با سرمایه خیلی کم شروع بکنید. بحث بعدی ما که خب یه مقداری بحث جدی تریه، بحث سرمایه گذاری روی استارتاپ هاست. شرکت هایی که ایده های خیلی خوب بینشون هست یا حتی دارن ایده های خوبی که در خارج کشور هست و در داخل کشور پیاده میکنند. این شرکت ها اکثرا بدون سرمایه هم، به خاطر اینکه دولت ازشون حمایت نمیکنه. میتونید با داشتن یک سرمایه میتونن سریعا بهتون یک سود خیلی خوبی بدن. همه شما این نوع شرکت ها رو میشناسین، شرکت های مثل اسنپ و دیجیکالا که الان ارزش به شدت زیادی دارن. علاوه بر این شرکت ها جوون هایی درش دارن که خب هیجان بالایی دارن و تشنه و موفقیتن. کاری که شما باید بکنید اینه که یک مقداری سرمایه بدین تا اینها مثل اسب‌های آتشین مسیر رو براتون باز بکنن و خلاصه یه سری از این حرفای انگیزشی. پیدا کردنشون هم واقعا کار سختی نیست. میتونید از دانشگاه‌ها بپرسید، از دانشجوها بپرسید، تا از این داخل اینترنت پیدا بکنید حتی. و بحث آخری که میخوام دربارش حرف بزنم، بحث مورد علاقه خودم، بحث معامله‌گری یا ترید کردن که خب ریسک بالایی داره و البته که سود خیلی خوبی هم داره. زمانی که من با کار کردن یه مقداری سرمایه جذب کرده بودم، تونستم با ترید یک مبلغ خیلی خوبی رو به دست بیارم، سرمایه‌مو چند برابر بکنم تا بتونم در جاهای خیلی بزرگتر سرمایه گذاری بکنم و سودهای خیلی کلانتری به دست بیارم. اما بحث اینه که توی بحث ترید شما نیاز به علمشو دارید، باید خیلی روی یادگیریتون تمرکز کنید، مثل دانشگاه رفتن، باید تجربه کسب بکنید، باید سعی بکنید استراتژی خودتون رو بسازید و خب کل بحث ترید میشه یک بیزنس خیلی پرسود و البته خیلی هم پر ریسک. یک سری بحث‌های دیگه هم بود که میخواستم تو این ویدیو بیارم، اما خب ترتیب‌های مقداری به هم میریخت یا باید یه مقداری بحث طولانی میشد. فکر کنم تا همینجا هم یه نیم ساعت اینطورا شده باشه. حالا ادیتور باید یکم کات بزنه و اینا و البته چند تا جاش هم فکر کنم باید حذف بکنیم. و این بود همه بحث سرمایه گذاری که سعی کردم در 10 دقیقه اینطورا خلاصه کنم که البته بیشتر شده ولی خب کات میخوره احتمالا. همونطور که گفتم
این ویدیو باید خیلی توضیحات بیشتری داشته باشه، ولی نمیخواستم خستتون بکنم، نمیخواستم خیلی ویدیو طولانی بشه. و اینکه هر بحثی که به نظرتون نیاز به توضیح داره یا براتون جذاب تره رو میتونید به هم بگید تا براتون ویدیوی خیلی کاملتری ازش و جداگانه البته واسش بسازم. ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدین. حتما ویدیو رو لایک کنید، این کمترین حمایتیه که میتونید بکنید. چنل رو ساب بکنید تا اگر ویدیو آموزشی گذاشتم حتما ببینید. اگر حال دارید یه 50-60 تا کامنت، نمیدونم هر چند تا لغت انگلیسی بلدین بنویسین، چند تا هم فارسی بنویسید. و اینکه این اینستاگرام منم دنبال کنید. معمولا حرفای بدی تو استوری نمیزنم و البته شروع کردم یه مقداری ویدیوهای کوتاه در مورد موفقیت و اینا هم براتون میسازم که میتونید داخل اینستاگرام دنبال بکنید. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.